عبدالرسول جلیلوی 28 ساله است، ساکن ناحیه وخش در شهر یکاترینبورگ روسیه بیناکار بود. تقریباً 10 روز پیش او را از روسیه راندند. حالا در باغ انگور به کار مشغول است، میچیند و به بازار میبرد. باغی که سالها حاصل خوب هم میداد برای جوان پول کافی نمی آورد، ولی حالا پس از اخراج از روسیه مجبور است که در خانه کار کند و زندگی را تامین نماید. خیر که دیپارتاسیا کشیدیم اومدیم دیگه وطن خدمت گفت دیگه ها باغداری میکنیم ها پیش وقت برادرمون بودن در همجا حوض اومدیم ما خدمیم گفت دیگه مهنت زندگی کنی در هر جا هست ای خرسندی ما نرفته بودیم خیر همینجا هم کار کنی هست ای. حبیب الله شریف 32 ساله نیز چند پیش مهاجر کاری بود. با افزایش فشار و اذیت مهاجران تاجیک در روسیه به تاجیکستان برگشت. حبیب الله میگوید کار آنها در باغ انگور موسمی است، ولی بهتر از مهاجرت پر از عذاب و اذیت است. به مهاجرت هم نمیشه، با مهاجرت هم نمیشه. وقتی آدمی که مهنت کنه همین جامعه مهنت نکنه اگر اونجا هم برای نمیشه فایدهش. که جای مهاجرت همین که در وطن خودت میجمی چی فایده میبینی؟ اون میره از خود میاد از خود با درد غم. همین بدگی پیش پدر مادر همیش غنیمته که همون که در اونجا مهنت بکنه همین جامعه مهنت کنه میشه. رزق روزی را خدا میتیه همینجا میوی. در این تاگزاری تقریباً 10 گکتاری 2 مهاجر کار میکنند. یکی از روسیه اخراج شده است، دیگری از عذاب مهاجرت گریخته است. در 7 ماه اخیر 3000 مهاجر از روسیه تنها به ولایت ختلان اخراج شدند. حالا به صف بیکاران پیوستند، ولی نه همشان دهقانی را قبول دارند. مقامات تاجیکستان تلاش دارند تا مهاجران اخراج شده را با جای کار تامین کنند. اکثر وقت کارها موسمی و در خواجگی کشاورزی است. در ناحیه خراسان مقامات تلاش کردند که مهاجران اخراج شده را به ساحه کشاورزی جلب کنند، ولی چندان موفق نشدند. همین خیلی چیز آموخ شده است. باید جایی که کار کند که اونجا تیارا پول باشد و در یک مدت کوتاه میلیونر شود. این نوعی اگراری است. زمین هست، کافی است، لیکن کارکرد زمین و قوه مهنت نمیرسد. همشون قوه کاری در فدراسیون رسید در مواجهه ملتی. اگر بگردن بیاین زمین رو کار کنند، من خوجگاه رو میدونم که از زمین مبلغ‌های بسیار زیاد میگیرند. مقامات میگویند در ولایت ختلان شماره بیکاران تقریباً 22000 نفر است. با افزایش بازگشت مهاجران احتمال می‌رود لشکر بیکاران عظیم‌تر شود. شاید قسمی هم کشاورزی را پیشه کنند، ولی گروه دیگر راه‌های نوی ترک وطن و جای کاری بهتر را خواهند جست.